اگر وارد مکانی بشین که صدها نفر توش رنج کشیدن و جون خودشون رو از دست دادن، فکر میکنید که فقط خاطره هاشون توی اون مکان باقی میمونه یا چیزهایی توی اون مکان وجود داره که فراتر از درک ماست؟ سلام دوستان، من شیوام و به چنل دارک استوری خوش اومدین. اگر شما هم مثل من به داستان‌های جنایی، ماورایی، معمایی علاقه‌مندین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما چنل منو سابسکرایب کنین و زنگوله کناری رو بزنین روی دکمه آل. توی سراسر جهان مکان‌هایی وجود دارن که سالهاست خالی از سکنن یا اینکه به عمد اونها رو از بین بردن، نه به خاطر فرسودگی و گذر زمان، بلکه به خاطر اینکه آدما میگن وقتی ما به اون مکان‌ها میریم چیزهای عجیب و غریبی رو تجربه میکنیم. مثلا صداهایی رو میشنون که منبعی نداره، سایه‌هایی رو میبینن که به هیچ جسمی تعلق نداره و احساس حضور کسایی رو میکنن که حتی نمیتونن دلیل علمی رو براش بیارن. و توی دهه‌های اخیر یکی از شناخته‌ترین افرادی که به این مکان‌ها رفته زک باگانز بوده. زک باگانز نه تنها به این ساختمان‌های متروکه رفت، بلکه شب‌ها رو هم توی این مکان‌ها گذرونده و هدف اون برخلاف خیلی از برنامه‌های سرگرمی ایجاد ترس نیست، بلکه اون میخواد تأثیر عمیق این مکان‌ها رو بر روی ذهن انسان‌ها بررسی کنه. و ما تو این ویدیو قرار نیست که بیایم داستان تخیلی براتون تعریف کنیم، بلکه من میخوام راجع به شهادت‌های عینی، گزارش‌های واقعی و اتفاقاتی که طی این تحقیق افتاده رو براتون تعریف کنم. و سوالی که اینجا پیش میاد این نیست که آیا ارواح وجود دارن یا نه. سوال اصلی اینه که وقتی ما به این مکان‌ها میریم چه چیزهایی رو بیدار میکنیم؟ زک باگانز یکی از چهره‌های شناخته شده توی حوزه بررسی پرونده‌های ماوراییه. اون کارش رو از سال 2000 شروع کرد و خیلی جالبه. اون در ابتدا میخواست فیلمساز بشه، اما وقتی به سری از این مکان‌ها رفت و تجربه‌های عجیب و غریبی اونجا به دست آورد، تصمیم گرفت که وارد این صنعت و این حوزه بشه و اون با ساخت مستند گوست ادونچر به شهرت جهانی رسید. توی این مستند چیکار میکرد؟ به همراه 3 همتیمیش به نامهای آرون گودی، بیلی تولی و جی وسلی میرفت به این ساختمان‌های متروکه، به این بیمارستان‌های روانی که دیگه تعطیل شده و به این مکان‌های تسخیر شده میرفت و اونجا با دوربین فیلمبرداری تمام لحظات و ساعت‌هایی که اونجا میموندن رو ثبت میکنن و این فیلم‌ها رو وقتی به نمایش میذارن بسیار مورد توجه قرار گرفت. و ما توی این ویدیو میخوایم بیایم راجع به چند تا از بحث برانگیزترین و ترسناکترین پرونده هایی که زک اونها رو بررسی کرده صحبت کنیم. پرونده هایی که بعد از گذشت سالها هنوز هم نتونستن توضیح روشنی براشون پیدا کنن. یکی از تاریک ترین و جنجالی ترین مکان هایی که زک و همتیمیاش رفتن و اون رو بررسی کردن جایی بوده به نام هتل سیسیل. هتل سیسیل رو به نظرم تقریبا همتون اسمش رو شنیدین. یه هتلیه توی مرکز شهر لس آنجلس که اتفاقات عجیب و غریب زیادی داخلش رخ داده و قتل‌های زیاد، خودکشی‌های زیادی توی اون اتفاق افتاده و قاتلان زنجیره‌ای زیادی هم توی اون هتل اقامت داشتن. و زک میگه که من همیشه دوست داشتم برم به این هتل و اونجا رو بررسی کنم، اما خب مدیریت هتل به اونها این اجازه رو نمیده تا اینکه دوره کرونا میشه و هتل که تقریبا تعطیل و خالی از سکنه میشه، اونها تصمیم میگیرن که به زک و همتیمیاش اجازه ورود و فیلمبرداری بدن. و اون میگه که من هتل سیسیل رو فقط به خاطر تاریخچه جنجالیش دوست نداشتم که برم بررسی کنم، بلکه خیلی دوست داشتم که پرونده الیسا نم رو از دیدگاه ماورایی بررسی کنم. اون میگه که این هتل به خاطر اینکه قتل‌های زیادی توش اتفاق افتاده، خودکشی‌های زیادی توش اتفاق افتاده، دارای انرژی مستقل و تاریکی هستش که هر کدوم از اینها میتونه به تنهایی خیلی ترسناک و تاثیرگذار باشه. زک و همتیمیاش توی سال 2020 تحقیقات خودشون رو از هتل سیسیل شروع کردن و اونها این تحقیقات رو در قالب یک مستند 2 ساعته توی ژانویه سال 2021 منتشر کردن. مکان‌هایی که اونها توی هتل بررسی کردن، اولیش آسانسور مرموز بود، همون جایی که آخرین تصاویر زنده الیسا لم ثبت شد. مکان بعدی اتاق 412 بود.
اتاقی بود که الیسا توش اقامت داشت و آدم‌های مختلف اومدن گفتن که ما وقتی به این اتاق رفتیم و اونجا اقامت داشتیم تجربیات بسیار عجیب و غریبی داشتیم. مکان بعدی طبقه 14 بود، جایی که یکی از قاتلان زنجیره‌ای خیلی خیلی معروف به نام ریچارد رامیرز اصلا قبل از اینکه دستگیر بشه اونجا اقامت داشته و زک میگه اونجا جایی که یکی از انرژی‌های بسیار منفی توش باقی مونده بود. و مکان بعدی پشت بوم و اون منبع آب بود، جایی که جسد الیسا لم توش پیدا شد و یکی از مهمترین مکان‌های این پرونده بود. زک قبل از اینکه تحقیقات خودش رو از هتل سیسیل شروع کنه میره پیش جیمز بارتلت. جیمز بارتلت کی بود؟ اون نویسنده داستان‌های جنایی واقعی بود و از اون میخواد که داستان الیسا رو براش تعریف کنه. جیمز میگه که الیسا یک دختر 21 ساله اهل کانادا بود، خیلی زندگی عادی داشت، هر روز میره به این هتل اقامت میکنه و توی ژانویه سال 2013 توی دوربین‌های مداربسته هتل دیده میشه و بعدش میره سواری آسانسور میشه و توی اون آسانسور یه سری حرکت‌های بسیار عجیب و غریب انجام میده و چند روز بعدش جسدش توی مخزن آب پشت بوم پیدا میشه. زک معتقد بود که داستان مرگ الیسا لم یکی از اسرارآمیزترین و تاریک‌ترین داستان‌های تاریخه. زک معتقده که حضور ریچارد رامیرز یه تأثیری به نوعی یه ربطی به مرگ الیسا لم داره. چجوری؟ اون میگه که ریچارد شیطان پرست بود و معمولا کسی که شیطان پرسته آیین‌های شیطانی انجام میده و ممکنه که ریچارد توی هتل هم این آیین‌های شیطانی رو انجام داده باشه و باعث ورود یه سری نیروهای تاریک و شیطانی به هتل شده باشه و همین نیروهای تاریک شیطانی باعث مرگ الیسا لم شده باشن، یعنی به نوعی به طور غیر مستقیم الیسا لم رو به مرگ سوق دادن. توی ادامه تحقیقات زک میره پیش پاتریک لنگدن. پاتریک کی بود؟ پاتریک عکاس صحنه‌های جرم بود و کسی بود که چند شب توی اتاق 412 یعنی همون اتاق الیسا لم اقامت داشته و اون تجربه بسیار وحشتناکی توی اون شب داشت. اون میگه که من وقتی توی اون شب خوابیده بودم، حالا دراز کشیده بودم، احساس کردم که یکی دستاشو گذاشته دور گردنم و داره منو خفه میکنه و یه حس بسیار فلج کننده ای رو تجربه کردم که نمیتونستم فریاد بزنم و نمیتونستم خودم رو نجات بدم. بعد از اون یک زوج روانبین به نام مایکل و مارتی پری به تیم زک ملحق میشن. مارتی میره به طبقه 14 همون اتاقی که ریچارد رامیرز اقامت داشت و مایکل میره به پشت بوم، همون جایی که جسد الیسا پیدا شد. مایکل میگه که من وقتی به پشت بوم رسیدم یه حسی کردم، به یه باوری رسیدم که یک شخصی چه زنده چه مرده الیسا رو به پشت بوم آورده و باعث قتل اون شده. و زک و همتیمیاش وقتی اینها رو میشنون، وقتی به این تجربیات رو متوجه میشن، تصمیم میگیرن که با روح الیسا ارتباط برقرار کنن تا شاید بتونن حقیقت پنهان این ماجرا رو بفهمن و اونها یک چیزی رو ضبط میکنن، یک چیزی که بعدها زک میگه یکی از قانع کننده ترین و باور نکردنی ترین ضبط روحیه که تا حالا داشته. زک و همتیمیاش میرن به اتاق الیسا لم و اونجا سعی میکنن با استفاده از دستگاه شکارچی ارواح به نام پارانورمال پاک با روح الیسا ارتباط برقرار کنن. اونا این دستگاه رو روشن میکنن و سوال میپرسن که داریم با چه کسی صحبت میکنیم و یه صدایی میاد که میگه الیسا لم. همه خیلی تعجب میکنن و خیلی شوکه میشن و بعدش یه دستگاه دیگه‌ای که به صورت حرارت لیزری رو ثبت میکرده متوجه میشن که یک توده سردی وارد اتاق شده یا اینکه از اتاق خارج شده و سوالی که براشون پیش میاد اینه که آیا این توده لیزری با این جوابی که چند لحظه پیش توسط دستگاه شکارچی ارواح ثبت شده ارتباطی داره یا نه؟ و بعدش بیلی تصمیم میگیره که دوباره اون دستگاه پاک رو روشن کنه و سوال میپرسه که آیا الیسا لم هنوز توی اتاقه و جواب میاد حاضر و بعدش سوال میپرسه که چه کسی باعث مرگ الیسا لم شده و جواب شوکه کننده‌ای که میشنون اینه که موجود. و سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این اتفاقات میتونه به این معنا باشه که یک موجود شیطانی
باعث مرگ الیسا شده؟ زک در ادامه تحقیقات یه سری تجربیات خیلی عجیب و غریبی به دست میاره. اون میگه که هر چقدر از اقامت ما، از موندن ما توی هتل میگذشت، من احساس خشمی رو توی وجودم میکردم که نمیتونستم علت اون رو متوجه بشم. یا اینکه روی گردن زک یک زخمی ایجاد شد که متوجه نشدن علت اون زخم چیه، چه چیزی باعث شد که روی گردن زک زخم ایجاد بشه. و اینکه زک اعلام کرد که توی چندین موارد مختلف احساس کردم که یکی موهای منو لمس میکنه، یکی چشمهای منو لمس میکنه و اینها تجربیات زک از موندنش توی هتل بوده. و این سری چیزهای دیگه هم ضبط میکنن، مثل باز و بسته شدن شیر آب، صداهایی رو میشنیدن یا سرد شدن اتاقا، یعنی به طور ناگهانی احساس میکردن که اتاق سرد شده، اون محیط دچار سرما شده. و همه این تجربیات، همه این چیزهایی که زک و هم‌تیمی‌هاش توی هتل سیسیل احساس کردن، ضبط کردن، ارتباط برقرار کردن، اونها رو به این نتیجه رسونده که الیسا به طور تصادفی نمرده، بلکه یک موجود شیطانی، یک نیروی شیطانی بودش که اون رو به سمت مرگ سوق داده. مکان بعدی که زک و هم‌تیمی‌هاش رفتن و اون رو مورد بررسی قرار دادن، بیمارستان روانی ترانس آلگانی در آمریکاست. این بیمارستان توی شهر وستون در ایالت ویرجینیای غربی قرار داره و در سال 1858 شروع به ساختش کردن و هدفشون هم این بود که با استفاده از هوای تازه، نور خورشید و این سری روش‌های درمانی بیماران خودشون رو درمان کنن. اما متاسفانه شرایط اونجوری که فکر می‌کردن پیش نمیره. به مرور زمان به علت افزایش تعداد بیماران، ببینید از یه جایی به بعد تعداد بیماران بالای 2400 نفر شد، در صورتی که این بیمارستان فقط برای 250 نفر ساخته شده بود. و همچنین استفاده از روش‌های درمانی منسوخ شده و نادرست و غلط باعث شد که بیماران روانی این بیمارستان مورد شکنجه قرار بگیرن، خیلی آزار و اذیت بشن و به مرور زمان یه سری از اونها هم جون خودشون رو از دست بدن. پس اوضاع اونجوری که فکر می‌کردن پیش نرفت و کم کم این بیمارستان تعطیل شد و تبدیل شد به یک بیمارستان متروکه. زک و هم‌تیمی‌هاش تصمیم می‌گیرن که طی یک تحقیقات خیلی بزرگ و به صورت لایو و زنده که برای برنامه گوست ادونچر هم اینو برنامه می‌ساختن، تصمیم گرفتن که دوربین‌های زیادی رو داخل این بیمارستان قرار بدن و به صورت لایو از بیمارستان فیلم برداری کنن به مدت 5 تا 7 ساعت، اونم توی شب. زک و هم‌تیمی‌هاش توی راهرو و بخش‌های مختلف بیمارستان قدم می‌زنن و با استفاده از دستگاه‌هایی که داشتن، مثل دستگاهی که EMF محیط رو اندازه می‌گرفت، دستگاهی مثل دوربین‌های حرارتی و اینجور داستان‌ها، دنبال ضبط وقایع بودن. اونها میگن که ما تجربیات خیلی مختلفی توی اون شب داشتیم، مثل اینکه صداهای خیلی مختلفی میشنیدن، مثل نفس زدن، صدای جیغ‌های زنانه، صدای فریاد مثل صدای ساکت باش، یا حتی میگن که یه سری جاها ما رو مستقیم مورد خطاب قرار میدادن، مثلا میگفتن ما از شما متنفریم، از اینجا برین و خیلی چیزهای دیگه. زک میگه که من توی فضایی که بودم و احساس کردم که یکم فضا سنگینه، از یه روحی خواستم که دست‌های منو لمس کنه و من یه حسی اونجا بهم دست داد و احساس کردم کسی دست منو لمس کرده و وقتی هم که به دستگاه EMF نگاه کردم دیدم که عددش از 10 هم داره بالاتر میره. دستگاه EMF دستگاهی که تغییر میدان مغناطیسی رو اندازه‌گیری میکنه و کسایی که دنبال داستان‌های ماورایی هستن میدونن که وجود انرژی و یک نیروی ماورایی و عجیب و غریب باعث میشه که میدان مغناطیسی تغییر کنه. برای همین از این دستگاه استفاده میکنن تا اون تغییر میدان مغناطیسی رو متوجه بشن که متوجه حضور نیروهای ماورایی هم بشن. همچنین زک میگه که من یه قسمتی وایساده بودم، یهویی خیلی به صورت ناگهانی یک باد سردی به صورتم برای لحظه‌ای خورد و وقتی هم که به اون دستگاه EMF نگاه کردم دیدم عددش داره هی بیشتر و بیشتر میشه. زک و هم‌تیمیاش بارها ادعا کردن که شبحه‌هایی رو توی طبقات مختلف دیدن و همچنین زک توسط دوربین دیجیتالی خودش چند تا گوی نورانی رو تصویر برداری کرد و ازش عکس گرفت.
اونها یه سری تجربیات دیگه هم داشتن مثل درد روی گردن یا اینکه اونها یک سری دردهایی که شبیه به جراحی بود رو هم احساس می‌کردن. یه سری از دوربیناشون 4 تا گوی نورانی رو ضبط کرد، یه سری سایه‌ها رو روی دیوارها می‌دیدن، تغییرات شدید میدان مغناطیسی و اینکه ادعا می‌کردن که احساس می‌کنن یکی داره اونها رو نگاه می‌کنه، حضور افراد و نیروهای دیگر رو کنار خودشون احساس می‌کردن و به طور کلی توی دوربین‌های مختلف گویای نورانی زیادی رو ثبت کردن و احساس می‌کردن که چیزی یا کسی اونها رو لمس می‌کنه و خیلی از تجربیات دیگه. به طور کلی اینها صدای زمزمه، فریاد، صدای انسانی ناشناخته، سایه‌های عجیب یا پدیده‌های تصویری و تغییرات ناگهانی دما، احساس لمس شدید و خیلی چیزهای دیگر رو توی این بیمارستان تجربه کردن. اینجا هم زک باگانز و هم‌تیمیاش تونستن به صورت لایو اثبات کنن که توی بیمارستان روانی ترنس آلگانی اتفاقاتی که افتاد باعث شد که نیروهای ماورایی و ترسناکی همچنان توی اون بیمارستان باقی بمونن. مکان بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم خانه شیاطین در ایندیاناست. توی سال 2011 لاتویا آموندز ادعا میکنه خونه‌ای که توش اجاره کرده و با خانواده‌اش داره داخلش زندگی میکنه تسخیر شده است. اون میگه که ما یه سری صداهایی میشنویم، یه سری سایه‌هایی میبینیم و حتی یه سری وقتا بدنهای ما توی هوا معلق میشه و ما نمیدونیم که این اتفاقات به خاطر چیه. و وقتی که شرایط بد و بدتر میشه اونا از کشیش کلیسای محل خودشون درخواست کمک میکنن. اون کشیش میاد و خونه رو بررسی میکنه و متوجه میشه که اون خونه تسخیر شده است. بنابراین تصمیم میگیره که یه سری کارهایی رو انجام بده تا اون روح‌های شیطانی از اون خونه خارج بشن، اما متاسفانه موفق نمیشه. و بعدش یه پیشگویی میاد و وقتی که این خونه رو بررسی میکنه ادعا میکنه که حدود 200 تا روح شیطانی مختلفی توی این خونه وجود دارن و این خونه رو تسخیر کردن. بعد از این داستان‌ها شرایط خیلی بد و بدتر میشه و به نظر میاد توی یکی از همون روزا پسر بچه اون خانواده تسخیر میشه و اون روح‌های شیطانی اون رو در واقع محاصره میکنن و اونها هم که میبینن که نمیتونن کاری انجام بدن تصمیم میگیرن که به 911 تماس میگیرن و وقتی اون پسر بچه رو به بیمارستان میرسونن کادر درمان و خانواده با چشمای خودشون میبینن که اون پسر بچه به صورت عقبی روی دیوار راه میره و این یکی از موارد خیلی ترسناکی بود که گزارش شده و حتی شاهدان عینی هم داشته. وقتی این خبر پخش میشه تو رسانه ها زک با این خونه آشنا میشه، اما زک وقتی که متوجه این خونه میشه بدون اینکه اصلا این خونه رو ببینه تصمیم میگیره که این خونه رو بخره و بعد اینکه اون خونه رو خرید میره راجع به اون خونه تحقیق میکنه، با اون خانواده آموندز مصاحبه میکنه، با اعضای محله مصاحبه میکنه و بعدش تصمیم میگیره که مثل بقیه خونه‌های متروکه، بقیه مکان‌های متروکه شب رو اونجا بمونه و بتونه ضبط کنه و از پدیده‌های مختلف فیلم برداری کنه. و زک بعد از فیلم برداری از این خونه میاد مستند خانه شیاطین رو در مارس سال 2018 منتشر میکنه. حتی اون میاد یه سری از فیلم‌های دوربین‌هایی که از اون استفاده نکرده بود تو مستندش رو هم بعد از اون منتشر میکنه. زک و هم‌تیمیاش شب وارد خونه میشن و تجهیزات خودشون رو مثل دوربین‌های حرارتی و دم و دستگاه‌های دیگه‌شون رو روشن میکنن و شروع میکنن به بررسی راهرو، اتاقای اصلی، اتاق کودکان. و اونها از همون ابتدا متوجه حس سنگینی فضا و حضور نیروهای نامرئی میشن و اونها میگن که ما هوا خیلی سرد نبود اما با استفاده از دستگاهی داشتن و دماهای اتاق میسنجن یه سری از اتاقها دماش 0 درجه بود و بسیار سرد بود. یه سری جملات میشنیدن، جملات تهدیدآمیز مثل اینکه برو از این خونه مال ماست و خیلی چیزای دیگه. اسباب بازیایی که تو خونه بودن حرکت میکردن بدون دلیل و تیم زک یه سری احساسات عجیب و غریب داشتن، اضطراب خیلی شدیدی داشتن، روی قفسه سینه‌شون خیلی فشار احساس میکردن و حتی زک هم ادعا میکنه که برای اولین بار من کنترل احساساتم رو از دست دادم.
اونها یه سری سایه‌ها و نورهای خیلی عجیب و غریبی هم داخل خونه مشاهده می‌کردن. زک میگه که من احساس می‌کردم یه سری نیروهای نامرئی دنبال منه. خیلی ترس و اضطراب شدیدی داشتم، سرگیجه داشتم حتی یه وقتایی و احساس لمس شدن می‌کردم. احساس می‌کردم یه وقتایی که منو لمس می‌کنه. زک این مستند و این بررسی این خونه شیطان را با استفاده از رئیس پلیس محلی، یک کشیش و یک روانشناس و خانواده آموندز انجام داد. رئیس پلیس میگه من در ابتدا به این حرفا باور نداشتم. فکر میکردم همه یه دروغ و شایعه‌ای بیش نیست و فقط برای پول درآوردنه. اما وقتی که میگه رفتم وارد خونه شدم، با چیزهایی که روبرو شدم، با مصاحبه‌هایی که با خانواده آموندز، حتی یه خانواده قبلی که توی این خونه زندگی میکردن رو شنیدم، متوجه شدم که شرایط این خونه اصلاً عادی نیست و اوضاع از این چیزی که فکر میکردم هم خرابتره. حتی زک میگه که وقتی داره با یک خانواده‌ای که قبلا توی این خونه زندگی میکردن مصاحبه میکنه، یکی از دخترای این خانواده خیلی حالش بده، نسبت به بقیه خیلی حال بدتری داشت و انگار از اومدن دوباره به اون خونه اصلا خوشش نیومده بود و مشخص میشه که بعدها این دختر جون خودش رو میگیره و خودش رو میکشه. زک هم توی این پروسه فیلمبرداری دچار یه سری آسیب‌ها میشه. اون میگه که از یه جایی به بعد احساس کردم که چشم‌هام دیدش خیلی پایین اومده و دچار دوبینی شدم و حتی مجبور شدم که عینک بزنم و بعدها متوجه شدم که این آسیبی که به چشمم وارد شد یک آسیب دائمی بوده. در طول مسیر این فیلمبرداری یکی از اعضای فیلمبرداری حالش خیلی بد میشه و دیگه نمیتونه اون شرایط رو تحمل کنه و ادامه بده. برای همین کل گروه رو ترک میکنه و از اونجا میره. اونها طی یه سری تحقیقاتی متوجه میشن که یه سری اشیایی توی زیرزمین خونه زیر پله‌ها دفن شده. زک فکر میکنه با درآوردن اون اشیا و تطهیر اونها و تقدیس اون اشیا باعث میشه که این روح‌های شیطانی از این خونه برن. بنابراین وقتی به همراه رئیس پلیس تصمیم میگیرن که اون زیرزمین رو بکنن و اشیا رو در بیارن، متوجه میشن که طبقه بالا، پرده‌های طبقه بالا یه سری مایه‌های عجیب و روغنی داره ازش میچکه و وقتی گروه توی خونه میرن به طبقه بالا تا فیلم برداری کنن، زک میگه که من احساس کردم که مجبورم که به طبقه پایین بیام و زیر زمین بیام و اون چیزایی که کندیم و درآوردیم رو دوباره دفن کنیم. اون میگه که من به خواست خودم عمل نکردم، انگار یک نیرویی منو مجبور کرد که این کار رو انجام بدم. و همه این داستان‌ها باعث شد که زک تصمیم بگیره که این خونه انقدر خطرناکه، انقدر ترسناک و ماوراییه که فقط با خراب کردنشه که میتونه اون رو از بین ببره. اون وسایلی که اونجا کنده بودن و درآورده بودن شامل لباس زیر زنانه، جوراب کودک، یک شی عجیب و غریب و سنگین و مستطیل شکل بود که بعدها اصلا خب اون رو دفن کردن دوباره. و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این وسایل غنایم یک قتل بوده؟ لباس زیر زن احتمالاً جورابی که برای بستن دهنشون استفاده میشد و جسم سنگینی که برای کتک زدن استفاده میکنن. به نظر میاد که اینها میتونه مربوط به یک قتل بسیار وحشتناک باشه. و زک بعدها اومد گفت که من توی فیلم‌های ماورایی زیادی شرکت داشتم، من کارا و تحقیقات زیادی انجام دادم، اما این خونه واقعا منو به هم ریخت و تجربه خیلی وحشتناکی اونجا داشتم. نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما چیزهای نامرئی و شیطانی توی این مکان‌ها و توی این خونه‌ها وجود دارن؟ خب خیلی ممنونم که با من همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرین. خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو بشنوم و مراقب خوبیاتون باشین. لایک و کامنت یادتون نره. خدا نگهدار.